ای انسانی عاقل، بدان بلا به اراده خداوند برای مکمل نمودن زندگی مردم می آید. بلا به مثل نمک است. نمک از همه چیز دیده طعام را خوشتر و لذیذتر می گرداند. میان مردم انسان‌های ایماندار کم است. میان ایمانداران عاقلان کمند. میان عاقلان عمل کنندگان کمند. میان عمل کنندگان شخصان با اخلاص کمند. با کم قناعت نما و به چیز محتاج نمی شوی. از حسد دور باش. آرامی قلب نصیبت می گردد. از گناه دوری جوی. ایمانت قویتر خواهد شد. هیچگاه به خدا مگو که معماهای کلان داری، بلکه به معماهایت بگو که خدای بزرگ داری. یا الله، هنگام ناامیدی به یادم آر، زیرا محبت تو از ناامیدی های من بهتر است. نقشه های تو از آرزوهای من دیده برترند. در عبادت از سخنهای خشک و خالی دیده دل خالی داشتن بهتر است. الله انسانهای خواسته ما را نه، بلکه آدمانی را که ما در اصل به آنها احتیاج داریم روان میکند.